اگه راست میگی این خودکاره به من بفروش. یه هوش مصنوعی برات آوردم که همه چی رو بهت میفروشه. تو فقط کافی است عکس محصولتو بهش بده و اون بهت میگه که محصولتو چطور تو استوری و حتی تو فروشگاه فیزیکی بفروشید. دوست من، این هوش مصنوعی به دردت میخوره. برای تو آقایی که فروشنده هستی، برای تو آقایی که مغازه‌دار هستی، برای تو آقایی که یه محصولی رو وارد کردی ولی نمیدونی که تو بازار چطور آموزش بکنی. این هوش مصنوعی همکار خوبی برات که اسمش هم از اسکانس مشهور فیلم گورگ وال استریت گرفته شده به نام سلمدس پی. این هوش مصنوعی فوق‌العاده است و حتی از فارسی هم پشتیبانی میکنه. حتی ارزش افزوده محصول رو هم بهت میگه. فقط یک گزینه دیگری هم میخوام خدمتتون عرض بکنم که این هوش مصنوعی تا فعلا نسخه اندرویدش ساخته نشده. فقط شما میتونید از طریق لپتاپ، کامپیوتر بهش دسترسی داشته باشید. شما میرید تو گوگل مینویسید سلمدس پین و اولین سایتی که بالا میاد روش کلیک میکنید. فقط با یک ایمیل ثبت نام میکنید. کاملا رایگان هست. تو عکس محصولتو بهش میدی و ازش راهکار میگیری و طبق راهکاری که بهت میده تو یعنی محصولتو فروختی. اینقدر برات راحت میشه. واقعا دنیا داره به کجا میره؟ من این روزها دارم تو دنبال این هوش مصنوعی جدیدی که جور شده، درست شده و در خدمت همه قرار گرفته که مردم دارن ازش استفاده میکنن میچرخن. واقعا به یه چیزایی دارم سر میخورم که یعنی 90% شغل داره از بین میره. متوجه این؟ قرار است که تو ویدیوهای بعدی هر نوع نیازی که در زندگی هستش براش یه هوش مصنوعی درست شده، یه ربات، یه بات براش درست شده که بتونه خیلی راحت بکنه کاراتو. برای تو آقایی که مثلا دانشجو هستی، برای تو آقایی که مثلا کاسب هستی، برای تو آقایی که حالا در هر زمینه‌ای کار میکنی. متوجهین؟ یعنی در هر زمینه‌ای که شما بخوای در همون زمینه یه هوش مصنوعی درست شده که بتونه همکار شما باشه. و انشالله که در ویدیوهای بعدی هوش‌های مصنوعی خفنی رو بهتون معرفی خواهیم کرد. امیدوار هستم که ویدیوهای بعدی ما رو هم بیننده باشید. اگر میخواید واقعا تو عصر امروز یک قدم عقب نمونید و با عصر جدید همسان برید جلو، برید دنبال هوش مصنوعی رو یاد بگیرید. این هوش مصنوعی خیلی کاراتون رو راحت میکنه. در هر زمینه‌ای که هستید کاراتون راحت میکنه. پس کانال ما رو حتما سابسکرایب بکن، لایک بکن و نظر تو کامنت ها بهم بگو. اون زنگولک هم کلیک بکن که به محض اینکه تو ویدیوهای بعدی رو من میذارم اولین بیننده تو باشی، چون به دردتون میخوره. واقعا من چند روزی هست خیلی دارم تحقیق میکنم با این هوش‌های مصنوعی که بتونم بهترین هاشو براتون معرفیش بکنم. خیلی خوشحالم که تا اینجا با من بودید. فعلا الله یار و مددکار.